به نام خدا. سلام عزیزای من، روز و شبتون بخیر. آسمونتون پر ستاره و ستارتون تو این شب زیبا پرنور. من ملودی هستم و اسم قصه امشب هست هانسل و گرتل. روزی روزگاری در اعماق جنگل چوب بری با همسر و 2 بچه کوچکش هانسل و گرتل زندگی می‌کرد. پدرشون اونا رو عاشقانه دوست داشت، اما نامادریشون چندان مهربان نبود. اون فقط دنبال فرصتی بود که از دست بچه‌ها خلاص بشه. چوب بر بسیار فقیر بود و غذای کمی برای سیر کردن خانواده‌اش به دست می آورد. یه روز همسرش با اون صحبت کرد. اون اصرار داشت که تنها راه برای زنده موندنشون اینه که از شر بچه‌ها خلاص بشن. اون نقشه کشیده بود که هانسل و گرتل رو در اعماق جنگل رها کنن. سرانجام پدرشون با بیمیلی قبول کرد. چوب بر و همسرش نمیدونستن که بچه‌ها در اتاق کناری هستن و نقشه وحشتناک اونا رو شنیدن. گرتل خیلی ترسیده بود و به برادرش پناه برد. و ناامیدانه گریه کرد. باید چیکار کنیم؟ هانسل گفت نگران نباش گرتل، من یه فکری دارم. غروب که شد هانسل نقشه کشید. وقتی همه رفتن بخوابن اون بی سر و صدا بیرون رفت. هانسل هر قدر تونه سنگریزه سفید جمع کرد و اونا رو توی جیبش ریخت. وقتی جیباش پر شدن یواشکی برگشت و توی تخت خوابش خوابید. با طلوع خورشید نامادری هانسل و گرتل رو بیدار کرد. او با بدجنسی داد کشید. از تخت خواب بیاین بیرون. امروز باید برید جنگل و توی بریدن درخت‌ها به پدرتون کمک کنید. اون بچه‌ها رو به بیرون هل داد و در و پشت سرشون قفل کرد. بچه‌ها بدون هیچ حرفی توی جنگل دنبال پدرشون میرفتن. همونطور که راه میرفتن هانسل از تو جیبش یواشکی سنگریزه ها رو توی راه میریخت. اون میدونست که اگر توی جنگل گم بشه میتونه با سنگریزه ها راه خونه رو پیدا کنه. بعد از یک پیاده روی طولانی پدرشون در مکانی کم درخت ایستاد. اون گفت بچه‌ها شما باید هر چقدر میتونید شاخه و ترکه جمع کنید. من میرم این دور و بر چوب ببرم. زود برمیگردم دنبالتون. و بعد اونا رو ترک کرد. هانسل و گرتل کاری رو که به اونا گفته شده بود و انجام دادن و هرچه ترکه و شاخه پیدا کردن و جمع کردن. سپس وسط جنگل روی زمین نشستن و منتظر پدرشون موندن. وقتی هوا گرگومیش شد هانسل و گرتل کم کم نگران شدن. اونا با اندوه فهمیدن که پدرشون دیگه دنبالشون نمیاد. گرتل حق حق کنان گفت ما گم شدیم. هانسل که به سنگریزه سفید زیر پای دختر کوچولو اشاره میکرد پاسخ داد نه کاملا. موقع پیاده روی به اینجا من سنگریزه ها رو توی راه انداختم. حالا فقط باید اونا رو دنبال کنیم تا برسیم به خونه. همانطور که هانسل نقشه ریخته بود دنبال کردن سنگریزه ها اونا رو به سمت خونه راهنمایی کرد. هنگامی که نامادریشون دید هانسل و گرتل برگشتن خشمگین شد. اونا رو بدون شام مستقیم به رخت خوابشون فرستاد. بچه‌ها با اینکه خیلی گرسنه بودن اما به حرفش گوش دادن. اونا از این خوشحال بودن که دست کم رخت خواب گرمی برای خوابیدن دارن. فردا صبح نامادریشون بچه‌ها رو از خواب بیدار کرد. اون دستور داد که بیرون برن و مثل روز قبل به پدرشون کمک کنن. اون به هر کدوم از اونا تکه‌ای نان داد. هانسل بیش از حد خسته بود و شب گذشته نتونسته بود سنگریزه جمع کنه. بنابراین تصمیم گرفت به جای سنگریزه خرده‌های نانو توی مسیر بریزه.
این دفعه چوب بر هانسل و گرتلو به جاهای عمیق‌تر و پرپشت‌تر جنگل برد. اون از اونا خواست سنگ جمع کنن و قول داد بیاد دنبالشون. بچه‌های خسته و گرسنه هنگامی که منتظر بودن پدرشون برگرده چشاشون رو بستن و خیلی زود خوابشون برد. صبح روز بعد هانسل از خواب بیدار شد و متوجه شد که تمام خوردنان‌ها ناپدید شدن. گرتل با ناراحتی گفت حتما پرنده ها اونا رو خوردن. هنگامی که داشتن به نقشه جدیدی فکر می‌کردن، پرنده نزدیکشون نشست و آواز دلنشینی خواند. بچه‌ها کنجکاو دنبال اون رفتن و بعد از مدتی ناگهان خانه‌ای با شکوه و زیبا از نان زنجبیلی رو در مقابل خودشون دیدن. بچه‌های گرسنه نتونستن در مقابل بوی دلپذیر خوراکی‌های خوشمزه مقاومت کنن و سریع شروع کردن به جویدن دیوارهای خوشمزه خونه. ناگهان در با صدای قیش قیش باز شد و پیرزنی کنارشون ایستاد. اون در حالی که به بچه‌ها اشاره می‌کرد وارد خانه شد. با مهربانی گفت سلام بچه ها، اگر گرسنه‌تونه باید بگم که توی خونه خوراکی‌های خوشمزه زیادتری دارم. وقتی وارد شدن یه عالمه خوراکی روی میز آشپزخونه دیدن. اونجا شگفت‌انگیز بود، انگار جشن گرفته بودن. بشقابای پر از کلوچه و بیسکویت و کیک و شیرینی، بشقابای پر از غذاهای جور و جور. اونا هرگز تو عمرشون اونقدر غذای جا ندیده بودن. پیرزن گفت خجالت نکشید، هر چقدر دلتون میخواد بخورید. هانسل و گرتل هم شروع به خوردن کردن. بچه ها اصلاً فکرشو نمی کردن که پیرزن مهربون در حقیقت ساحره‌ایه که تغییر قیافه داده. اون وقت زیادی گذاشته بود تا خونه‌شو بسازه و از اینکه هانسل و گرتل داشتن زیاد می‌خوردن عصبانی بود. ساحره با خودش نقشه کشیده بود که بچه‌ها رو بپزه و اونا رو بخوره. بعد از اینکه بچه‌ها غذا خوردن، ساحره هانسل رو توی قفس زندانی کرد. چند روز گذشت. در اون چند روز ساحره گرتل رو مجبور کرده بود کارای خونه رو انجام بده. ساحره همچنان به هانسل غذا می‌خوروند. او با زهرخنده جیغ می‌کشید. تو رو چاق چله میکنم و بعد میخورمت. هر دفعه اون از هانسل میخواست انگشتش از قفس بیرون بیاره. سپس اونو نیشگون میگرفت تا ببینه هانسل چقدر چاق شده. گرتل خیلی زود متوجه شد که پیرزن تقریباً کور هست. گرتل به هانسل یاد داد هانسل، دفعه بعد که اون ازت خواست انگشتتو بهش نشون بدی، این استخون مرغ رو بده امتحان کنه. اگه فکر کنه تو خیلی لاغر و استخونی هستی نمیخورده. از اون به بعد هر وقت ساحره میخواست بدون اون چقدر چاق شده، هانسل استخون مرغ رو بهش میداد که اونو نیشگون بگیره. سرانجام ساحره صبر و تحملش رو از دست داد و به هانسل گفت لاغر یا چاق، هرچی باشی امروز میپزمت. گرتل اجاق رو روشن کن. گرتل با ملایمت از ساحره خواست که بهش کمک کنه. وقتی ساحره خم شد که اجاق رو روشن کنه، گرتل اونو هل داد تو و در محکم بست. سپس به طرف قفس دوید و هانسل رو آزاد کرد. هنگامی که اونا داشتن از در خارج می شدن، هانسل متوجه شد چیزی در گوشه اتاق برق می زنه. یه صندوقچه گنج پر از سکه های طلا اونجا بود. بچه ها با هم دیگه صندوقچه رو از مسیر جنگل پایین بردن. اونا پرنده آوازخوان قبلی رو که چند هفته پیش به خونه نانزنجبیلی راهنماییشون کرده بود و دیدن و دنبالش رفتن. این بار پرنده اونا رو از میون جنگل مستقیم برد به خونه
اون سرانجام به این نتیجه رسیده بود که همسرش بسیار بدجنس و شروره و اون از خونه بیرون کرده بود. هنگامی که پدرشون اونا رو دید، هانسل گرتل رو بلند کرد و بغلشون کرد. اون خیلی دلتنگ اونا شده بود. هانسل در حالی که صندوقچه پر از سکه ها رو نشون میداد گفت: بابا، ما برات یه چیز غافل کننده آوردیم. پدرشون از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید و اونا تا آخر عمر با شادی در کنار هم زندگی کردن. چطور بود عزیزای دلم؟ امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید و امیدوارم در ویدیوهای جدید با قصه های جدید شما رو ببینم. خدا نگهدار.